اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه توفیقات ارزشمندش با ارزشترین و کاملترین توفیقات پروردگار، توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در تصور انسان بیاید، همه خوبی هایی که در دنیا و آخرت وجود داشته باشد. یکی از آیات ارزشمند قرآن کریم که هر آیه از قرآن قاعده‌ای برای بهتر زندگی کردن است. در حقیقت همه آیات قرآن قواعد و برنامه‌های خوب برای بهینه ساختن زندگی ما و شماست. پس با این تفسیر اکتفا کردن به تلاوت قرآن و از تلاوت منهای فهم و عمل نمیتوان زندگی داشت. زندگی ما مختل خواهد شد. اگر قرآن هر آیه قاعده است برای بهتر زندگی کردن، پس خواندن تنهای قاعده زندگی یا قانون زندگی دردی را در زندگی ما دوا نمی کند. پس باید در کنار خواندن قانون به قانون عمل کرد. بهترین قانون برای بهترین زندگی قرآن هست، قانونی که هیچ وقت در طول زمان منزوی نخواهد شد، همیشه تازگی دارد و همیشه حرف برای گفتن، چون از جانب رب العالمین است. یکی از این آیات زیبا دیشب خوانده شد، امشب هم در دعا مطرح شد. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مد نظر خداوند تبارک و تعالی قلب سلیم هست. قلب یعنی پارچه گوشی که حیات رو به انسان تزریق می کند و به زندگی مرده انسان جان می بخشد. قلب الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الا وهی القلب. پس از قلب زنده و قلب سلیم حیات تولید می شود. حیات برای کل بشریت، برای زمین و زمان، نه تنها برای یک نفر. این را داشته باشیم که اگر یک نفر از این میلیاردها بشر حیات واقعی پیدا کند، این حیات می تواند جامعه بشری را تزریق کند. اگر این حیات رو احتکار نکنیم و این هدایت رو احتکار نکنیم، اگر بی عرضه نباشیم، اگر به اندازه مواد فروشا عرضه داشته باشیم که جامعه رو چطوری به تباهی میکشونن و حیات رو از جامعه میگیرن، اگر ما مسلمان ها هم عرضه تبلیغ دین و دعوتگری رو داشته باشیم
و سخاوتمند باشیم و بذل و بخشش هدایت و حیات و علم و تقوا و اخلاق رو داشته باشیم، جامعه بی اخلاق و بی حیات و بی تقوا با تقوا و با اخلاق خواهد شد. از بخیلی ما و شماست که چیزهای خوب رو احتکار میکنیم، در نتیجه بدان و بدصفتان چیزهای بد رو دارن بذل و بخشش میکنن. چیزی دیگر نیست. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. باید خارج شد، باید حرکت کرد. این یک مطلب، مختصرا بهش میپردازیم. مطلب دوم، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این ذکری که بین هر دو سلام این جمع با هم تکرار میکنن. این 4 تا جمله هم خیلی عظیمه. سبحان الله تسبیح خدا یا تقدیس خدا، و الحمد لله تحمید خدا، و لا اله الا الله توحید خدا، و الله اکبر تعظیم خدا. تسبیح و تقدیس، تحمید، توحید، تعظیم. فکر نمی کنم که وردی و ذکری دوست داشتنی تر از این تسبیح و تحمید و توحید و تعظیم نزد خدا باشد. یعنی این جمله 4 ذکر بزرگ و عظیم دوست داشتنی و محبوب خدا رو در بر گرفته. و اگر خاتمه این ذکرم با لا حول ولا قوة الا بالله خاتمه بدیم، بر گنجی از گنجهای بهشت در دنیا می نشینیم. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه. گنجی از گنجهای بهشت در روی زمین. همین جمله، به شرطی که به محتواش واقف باشیم و آگاه باشیم و وقتی میخونیم با تمام وجود، با یقین کامل و توکل کامل و اعتماد کامل. اینا ماده های حیات بخشن برای یک حیات، نه برای نفس کشیدن. گوجه و بازنجون و نمیدونم خیار و روغن و کره و مربا هم برای نفس کشیدن کافیه، برای نفس کشیدن ولی برای زندگی کردن و حیات داشتن اینا لازمه. اونا نمیتونه به انسان حیات بده. برگردیم به اول. من دیشب میخواستم به این مطالب بپردازم چون تو نماز خوانده شد و همچنین اواخر سوره فرقان صفحه آخر صفات عباد الرحمن. دیگه رفتیم رو مسئله مکه و برنامه های مکه. امشب یه وقفه، انشالله فردا شب مسائل شب قبل و انشالله دنبال خواهیم کرد اگر حیاتی داشتیم. علما قلب انسان رو به 3 قسمت تقسیم کردن: قلب زنده، قلب مرده و قلب بیمار. در قرآن به هر 3 قلب اشاره شده. پس داریم قلب زنده که حیات داره و داریم قلب مرده که حیات ازش گرفته شده و داریم قلب بیمار که نیاز به دوا داره.
داره جون میده، مریضه. اگر بگم قلب ما و شما مرده است، کار درستی نیست و حرف درستی نیست، منطق نداره. اگر بگم قلب من، شما که قطعا از من بهترید، حیات کامل داره و اون قلب سلیمه، بازم حرف درستی نگفتم، چون بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی دل خودشو میشناسه. و قلب سوم قلب بیمار، دست و پا میزنه. و بیماران دو نوع هستن: بیماری که دوا و دارو رو مصرف نمیکنه، همجور جان میده تا بمیره، یا اشتباهی دارو رو مصرف میکنه. و بیماری که خواهان شفاست، دست میزنه، دست دراز میکنه، به دادم برسید، مثل یه غریق احساس نفس تنگی میکنم، به انفشار میاد، به هر کس دست دراز میکنه، تو یک کمکی به من بکن. وقتی یک مسلمانی به تو میگه که یه چیزی یادم بده، یعنی کمکم کنه، معنیش اینه یه چیز جدید یادم بده، یه مطلب خوب یادم بده. یا میاد پیشت میگه یه دعای خیری برای من بکن تا خدا هدایت هم بده. یا دست بلند میکنه بالا بدون واسطه، میگه که خدایا خودت کمکم کن، من توش موندم، تو زندگیم موندم. خداوند در 3 جای قرآن به این 3 قلب اشاره کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قلب مرده. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. نفس اماره، اماره یعنی دیگه خیری توش نیست، نفسی که از بین رفته. و شیطان اون نفس غنی رو تهی کرده از ایمان و اخلاق، هر چی بوده غارت کرده، چپاول کرده، به یغما آورده. مثل یک خانه آبادی میمونه که شبیخون بهش زدن، همه امکانات اون خانه و سرمایه ها و اجناس قیمتی اون خانه رو چه بردن و در و پیکرش هم کندن بردن. یه خانه خرابیه، به گفته خودمون کلنگی. آیا دیدی که دزدی بره به طمع اونجا رو در و پیکر نداره، هر چی داشته بردن؟ دیگه شیطان کاری به این خانه هم نداره، چون تا ذره ایمان و تقوا بوده تو این دل و تو این نفس، همه رو برده. دیگه خیالش جمعه که اونجا چیزی نیست. این نفس مرده است. اما نفس زنده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس مطمئنه، ای کسی که به درجه مطمئنه رسیدید، اونقدر اعمال خیر و نیتهای خیر و اخلاص و تقوا و برنامه های خیر تو زندگی تو هست که این دل تو مطمئن کرده، آرام توی این دنیای پر آشوب و پر سر و صدا احساس میکنی که تو بهشتید. آیا میشه انسان در دنیا باشه اونقدر قلبش حیات داشته باشه، اونقدر قلبش با تقوا باشه و خدا ترس باشه و عشق خدا و رسول خدا و بندگان صالح خدا و دین خدا در دلش باشه که تو دنیا احساس بکنه که بهشتیه؟ اگر اینطور نباشه کلاهمون پشت معرکه است. علما میگن اگر ندونی در دنیا که تو بهشتی هستی، بدبخت شدی. و خیلی از صحابه این اطمینان رو از رسول خدا صلی الله علیه وسلم گرفتن، از جمله عشره مبشره به بهشت.
تو دنیا بودن، کارهای انجام دادن، پیامبر بهشون گفت شما بهشتی هستید. بچه های ما میدونن عشره مبشره به بهشت چند نفرن؟ 10 نفر. کیان؟ ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، حیدر رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه، سعید رضی الله عنه، طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه. غیر از اینا هم هستن؟ بلال رضی الله عنه، عکاشه رضی الله عنه. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به بلال نگفت رضی الله عنه که چه کاری کردی من صدای خشخش نعلین تو بهشت پیشاپیش خودم شنیدم؟ به همین سیاه‌پوست برده که چون کالای بی ارزش خرید و فروش میشد، حق انسانیت نداشت. تو چه کاری کردید که من صدای خشخش نعلین تو پیشاپیش خودم تو بهشت شنیدم؟ هرچی فکر کرد چه کاری کرده؟ گفت نه حتما یه کاری کردی. گفت تنها چیزی که شاید بتونه دستگیرم باشه اینه که هر وقتی وضوم باطل می شده میرفتم وضو میگرفتم دور از سنت وضو میخوندم. یعنی همیشه طول شب و روز من با وضو بودم. به نظر شما کسی که طول روز با وضوست در مذهب شافعی رحمت الله علیه، اگه مرد نامحرمی با زن نامحرم، حالا زن خودش باشه یا زن دیگه، ناخودآگاه بدون شعور، بدون احساس، بدون قصد پوست دستش به پوست دستش بخوره، وضوش باطله. به نظر شما بلال مواظب وضوش نبوده که پوست دستش به پوست نامحرم نخوره؟ چنین شخصی که با وضوش مواظب وضوشه، شما فکر میکنی شراب میخوره؟ زنا میکنه؟ ربا میخوره؟ اون که دیگه وضوی آدم باطل نمیکنه، اون ایمانو باطل میکنه. مگر اینا چه کاری انجام میدادن؟ ما نمیتونیم نبی باشیم چون نبی یک نفر بود و خاتم انبیا بود. تمام شد دیگه. بعد از نبی ما صلی الله علیه وسلم دیگه نبی وجود نداره. اما همه ما میتونیم مثل نبی باشیم. اصلا ما میتونیم ابوبکر باشیم. ابوبکر در اسلام یک نفره، جایگاهش مشخصه. اما میتونیم مثل ابوبکر باشیم یا نمیتونیم؟ ابوبکر چه کار کرد که بهشتی شد؟ مثل نبی شد. نگو من نبی هستم، ولی مثل نبی شد. عمر مثل نبی شد. آیا مثل نبی بودن، نبی گونه بودن میسر هست یا نیست؟ میسره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خدا داره فریاد میزنه تو قرآن. ما قرآن را آسان و میسر در دسترس همه قرار دادیم. آیا کسی هست که با قرآن منو ذکر کنه، منو یاد کنه، قرآن و برنامه زندگی خودش قرار بده؟ آیا خانه‌ای هست که قرآن توش نباشه؟ تو همین سفر عمره افتخار نصیب شد تعدادی از، البته کاروان ما رو نبرد، خودمون با تعدادی از دوستان رفتیم چاپخانه ملک فهد، بزرگترین چاپخانه در دنیا، چاپخانه قرآن. با تعدادی از دوستان حالا رفتیم اونجا. این چاپخانه سالی 12 میلیون نسخه قرآن، اندازه های مختلف تا خط درشت، سالی 12 میلیون نسخه فقط این چاپخانه چاپ میکنه. صحیح ترین، دقیق ترین، اونقدر روش کارشناسی شده و قرآن های حرمین رو تأمین میکنه به اضافه جهان اسلام. و 90% این قرآن ها رایگان توزیع میشه در دنیا. 10%ش قسمت فروش داره تو خود مجمع، همون قسمت یک قسمت فروش داره با نرخ 1/3 قیمت. آیا قرآن درست خریدین؟
60 ریال. رفتیم تو مکه سوال کردیم 150 ریال. تو خلال این 12 سالی که این چاپخانه راه افتاده 220 میلیون قرآن چاپ شده و توزیع شده تو جهان اسلام. 220 میلیون. پاکستان داره چاپ میکنه، مراکش داره چاپ میکنه، مصر داره چاپ میکنه، ایران داره چاپ میکنه. بعد قرآن به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده، همونجا داره چاپ میکنه دوباره. اگر رفتید برید انشالله حتما این چاپخانه رو ببینید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در این چند سال اخیر بشریت به خاطر که روانش رو آرام بده و روحش رو آرامش بده و نفسش و جانش و دلش رو تسکین بده، آرام بکنه، از این پریشانی و پراکندگی و دربدری جمعش بکنه، رو آوردن به کتاب‌های روانشناسی. و سبحان الله هرچی کتاب‌های روانشناسی و مرکز مشاوره‌ای بیشتر میشه در دنیا، آمار خودکشی‌ها و سکته‌های قلبی و مغزی بیشتر میشه. در اروپا میگن هر 500 متر رو نمیدونم 1 کیلومتر یک مرکز مشاوره‌ای. روانشناس خودش هم داره خودکشی میکنه، پروفسور داره خودکشی میکنه، داره سکته میکنه. یکی از مرگ‌های آخر الزمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الموت المفاجع. مرگ ناگهانی یکی از علامت آخر الزمانه که در آخر الزمان مرگ ناگهانی زیاد میشه. مفاجعه. یک دفعه خبر دیدم فلانی مرد. چی شد؟ دست به دلش گذاشت تموم کرد. تو خواب یه آهی کشید تموم کرد. نشسته بود یک دفعه گفت آه تموم کرد. دست به دلش گذاشتن تموم کرده. اما تو صدر اسلام برو بگرد، چند تا آمار خودکشی پیدا میکنید، چند تا آمار سکته پیدا میکنید. شنیدید که کسی سکته کرده در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم؟ همه تو جهاد شهید شدن. و خالدی که رضی الله عنه تو بستر مرگ جون میداد احساس شرمندگی میکرد. میگفت خدایا این همه جهاد و جنگ و آثار ضربه و نیزه و شمشیر در راه تو، الان من مرگ شتر دارم میمیرم تو بستر. کلام مردان بزرگه، کلام شیخ امام بود همین، کلام شیخ زیه هم همین بود. تو آخرین صحبتهاش گفته بود که مرد نر امت محمد زشت کمتر از گوسفند نر باشه. این کلام خیلی کلام بزرگی ها، همه کس نمیتونه بگه این کلام. گفته بود مرد نر امت محمد صلی الله علیه وسلم براش ننگه که کمتر از گوسفند نر باشه. گوسفند نر رو چاق و فربه میکنن برای روز عید قربان که قربانی بکنن و بعد گوشتشو با ساطور میزنن، تکه تکه میکنن، استخوناش تو بشقاب تقسیم میکنن در خونه ها. حضرت عمر رضی الله عنه در محراب ایستاده بود، در مدینه بود، دعا میکرد خدایا شهادت در راه خودت و مرگ در شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم نصیبم بکن. یه نفر بهش گفت چی داری میگی امیرالمومنین؟ شهادت در راه خدا باید برید به اون دیار فارس و نمیدونم فرس و روم و شمشیر دست بگیری و بعد میگی که مرگ در شهر پیامبرت؟ اصلا این دعا با هم تناقض داره. اون خودش میدونست چه داشت میگفت. حضرت عمر یک انسان ملهمی بود. آخرم در محراب پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستاده بود، خنجر ناجوان مردانه یک ایرانی مجوسی متظاهر به دوستی که در مدینه زندگی میکرد، تو نماز از پشت خنجر دولبی داشت، دولبش رو زهرآلود کرده بود. وقتی که ضربه خورد
گفت نگاه بکنید کی منو ضربه زده. گفتن یک مجوسیه. گفت الحمدلله، دعاش مستجاب شد دیگه. فهمید که کارش تمامه، اون دعاش مستجاب شده، شهادت در راه خودت و دفن در شهر پیامبرت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر میتونید در مدینه بمیرید در مدینه بمیرید. اذا من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اولین گروهی که زمین ازشون جدا میشه اهل بقیع الغرقدن و پیامبر در اونها شفاعت میکنه و نزدیک به 10,000 صحابی تو قبرستان بقیع دفنه. 10,000. اینا نفسایی هستن که به اطمینان رسیدن، خودکشی نمی کنن، سکته هم نمی کنن، بالاترین درجه مردن رو می خواهن، کاملترین، زیباترین، عالیترین. اینا عاشق مرگن. کدوم مرگی؟ شهادت در راه خدا. دنبالش داستان جالبیه، من تمامش میکنم در همین رابطه. بد نیست من باب اطلاع بدونید. وقتی دید که کارش تقریبا تمامه، پسرش عبدالله رو فرستاد. دلش هوای دفن شدن در کنار رسول الله میکرد. از یه طرف هم چه؟ اون غرفه و حجره ام المؤمنین عایشه است. ام المؤمنین عایشه با عمر نامحرمه، شوهرش خوابیده و پدرش خوابیده. حالا یه نامحرم بره تو حجرش بخوابه؟ اما دلش هوای دفن شدن اونجا رو میکرد. دست و پا زد، تلاش کرد، ساکت ننشست. دلش هوای دفن شدن در جوار پیامبر و صاحبش. از اونجا دیگه بهتر نیست. پسر بزرگش عبدالله رو فرستاد پیش ام المؤمنین. گفت پسرم سریع برو پیش ام المؤمنین عایشه، سلامو برسون، بگو امیرالمؤمنین ضربه خورده و احساس میکنه که ضربه شهادته. اگر شهید شد آیا شما بزرگواری میکنید؟ اجازه میدهید که امیرالمؤمنین کنار همسر دفن بشه؟ اینجا متعلق به توست، این حجره متعلق به توست، اینجا پدرت، اینجا شوهرته. اجازه میدید؟ ادب رو ببین و تلاش برای موفق شدن. همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر. اسم این دو نفر از زبانش نمیافتاد. داخل شدم من و ابوبکر و عمر، بیرون رفتم من و ابوبکر و عمر، رفتیم فلانجا من و ابوبکر و عمر، آمدیم من و ابوبکر و عمر. حالا تواضع و ایثار رو ببین از اون طرف. بعد از اینکه سلام رسون گفت به بابا سلام برسان و بگو که ام المؤمنین گفته من از حقم تنازل میکنم، شما اجازه دارید که بیاید اینجا دفن بشوید و من در قبرستان بقیع دفن میشوم یا هر جایی که مردم. و اینطوری حضرت عمر نفس راحتی کشید و دعاش مستجاب شد و در حجره مبارک و عزیزترین همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، حجره ام المؤمنین عایشه، در کنار عزیزترین مردانی که پیرامون رسول الله بودن، حضرت ابوبکر صدیق، اونجا این افتخار نصیبش شد و آرام گرفت. و این آیه در حق ایشون و امثالهم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. باید چی بگیم؟ رضی الله عنهم. ولی خیلی ها لعنتشون میکنن. چقدر باید براشون دعا بکنیم که اگر اینا نبودن ما الان آتش پرست بودیم و اگر آتش خاموش میشد
ایمان ما خاموش میشد. چون معبود نباید فناپذیر باشد. هیچ شیئی نمیتونه معبود انسان باشه که فنا بپذیره. آتش با آب خاموش میشه، نمیتونه معبود باشه. هر کسی که بمیره یا فناپذیری داشته باشه نمیتونه. غیر از الله پاک، الله الحی القیوم، کسی دیگه نمیتونه معبود باشه. ولی امروز انسان‌ها بیش از 3000 خدا تو هند برای خودشون درست کردن، همه فناپذیرن. چرا اون نه؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من یعبد الله فإن الله حی لا یموت. کسی که محمد رو میپرستید دیگه محمد مرده، و کسی که خدای محمد را میپرستید خدای محمد حی لا یموته. یک دفعه همه متوجه شدن. پس چطوری به نفس مطمئنه برسیم؟ خداییش توی نماز تراویح با این تلاوت زیبا کلام رب العالمین، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تو این دعاها، این آمینها، این اذکار آرامش نیست؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. کتاب روانشناسی دردی رو دوا نمی‌کنه. قرآن کتاب جامعه شناسی است، کتاب روانشناسی است، کتاب اخلاقه، کتاب فلسفه است، کتاب طبیعت و زیست شناسی است. شاید نزدیک 33% قرآن درباره طبیعت و مخلوقات و طبیعت باشه. سوره مورچه، سوره زنبور، سوره فیل، سوره گاو، سوره فلان، سوره فلان، سوره عنکبوت. قرآن کتاب تاریخه، تاریخی که دروغ درش نیست. تاریخ بشر امروز باید غربار بکنن، ولی این سبحان الله تاریخ 3000 سال پیش، 100,000 سال پیش، الله اعلم. داستان آدم و حوا، داستان قابیل و حابیل، داستان حضرت نوح، کجا میتونستیم دسترسی پیدا بکنیم با اون زیبایی، با اون ظرافت، با اون کمال؟ اما اگر کسی گفت قرآن کتاب فلسفه هست، کار درستی نکرده. مثل این میمونه که به محمد صلی الله علیه وسلم بگن محمد فیلسوفه، نابغه است، مصلح اجتماعی است، در صورتی که پیامبر نابغه بوده، فیلسوف بوده، مصلح اجتماعی بوده، مربی بوده، معلم بوده، مدیر بوده. ولی باید بگیم محمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسول بوده. اونایی که میگن محمد نابغه بوده، مصلح اجتماعی بوده، میخوان لقب نبوت رو ازش بگیرن. قرآن کتاب هدایته. همه اون چیزهایی که گفتم درش هست، ولی نمیگیم کتاب فلان و فلان روانشناسی. قرآن کتاب هدایته. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بیاید با هم یک بار دیگه بر بگردیم، شروع بکنیم با هم. شیاطین از قرآن، ترویج قرآن، روحانی قرآن، تفسیر قرآن، تعلیم قرآن خودشون رو به زمین میزنن. اونایی که بعدشون میاد نمیگذارن که مردم قرآن خون بشن، قرآن فهم بشن، آرامش پیدا بکنن با قرآن، قرآن رو پیاده بکنن تو زندگیشون. زجرشون میده و خداوندم بهشون میگه قل موتو به غیظکم، بگو سکته بکنید، با غیظتون بمیرید. و امروز روز به روز آمار قرآن خوانها و اونهایی که رو به قرآن آوردن، و من آمار تابستان امسال رو به شما بدم، فقط این مؤسسه قرآنی ما خاتم النبیین سروح 12,000 نفر زیر پوششش بوده. 500 خورده ای که تو خود مؤسسه تو شفتای مختلف،
300 نفرم تو این قسمت پایین، 300 نفرم تو مسجد توفیقی، پر از قرآن، نزدیک 100 تا قرآن، کتاب ها در رابطه با قرآن، 500 تا دانش آموز در طول روز تو شفت های مختلف، حتی از ساعت 6:30 صبح. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه مردم با قرآن آرام گرفتن و قرآن وارد دلها و خانواده ها شد، خواب از شیاطین گرفته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند وقتی که انسان مؤمن سجده برای خدا میکنه، شیطان خودشو به زمین میزنه 100 بار 1000 بار، میزنه تو سر و صورتش و فریاد میزنه ابلیس وای بر من، این بنی آدم خاکی خدا امرش کرد، از من کمتر بود، برای من سجده کن. خودش انداخت به زمین، خودشو انداخت به خاک، پیشانی رو به خاطر خدا به خاک نالون و کشید و گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده. بهشت و رضای خدا براش واجب شد. من نتونستم سجده بکنم، لعنت خدا بر من شد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. تکبر آرامش از تو میگیره، حیات از تو میگیره. حسادت، تکبر، بخل، کینه، انتقام. راه قرآن ادامه داره. اگر کسی میتونست راه قرآن رو مسدود بکنه، تو این 1427 سال میتونستن. چند شب پیش از مسجد برگشتم، تلویزیون روشن بود، فوتبال گذاشته بود. یه لحظه نگاه کردم، برزیل بود، برزیل و مکزیک. یک دفعه چشمم رفت آورد تو صحنه کاکا رو. کاکا رو میشناسید؟ جوانا میشناسن. کاکا یکی از بهترین فوتبالیست‌های جهانه و برزیل و با اخلاق ترین فوتبالیست‌های جهانه. اونقدر خونسرد و با اخلاق. اسمش کاکاست. سیاه پوست هم نیست، سفید پوسته. ایشون فکر میکنم سال گذشته من میرفتم به منطقه گاوبندی، پارسیان الان، تو مسیر راه برام مسیج آمد که کاکا مسلمان شده. من تو راه میرفتم بستانوی گاوبندی، تو شبهای آخر رمضان بود. کاکا مسلمان شده. قرآن راه خودشو پیدا میکنه. تو فوتبالیستای جهانی که بازی های جام جهانی رو میکنن و وقتی هم گل میزنه، مسیحی ها اینطوری میکنن دیگه، درسته؟ ولی این اینطوری میکنه. تو سنگر فوتبال و ورزش هم ما لازم داریم. یا زین الدین زیدان شاید سبب حذف فرانسه شد، سبب این شد که فرانسه دوم بشه. میدونی چه سبب شد؟ که بعد برگشت با سر زد تو شکم طرف، بهش گفته بود شما ارهابی هستید. ارهابی ها. این فوتبالیست بهش گفته بود ارهابی ها، یعنی مسلمان های وحشیگر. ارهابی. ورزشکار میخوای بشید، دانشجو میخوای بشید، پروفسور میخوای بشید، تجار و بازرگان و بازاری، هر کی میخوای بشید، تعصب دینی، تعصب درست بر اصول درست، تعصب توأم با علم و تقوا و بجا، اینو داشته باش. از برکت تعصب آگاهانه تو شاید جامعه رو متحول بشه. یادتون هست ترکیه؟ ها؟ چقدر جنجال شد به خاطر حجاب یک زن تو پارلمان ترکیه. یادتون هست؟ چه جنجالی شد، چون علمانی ها حاکمن. ولی چند مدت پیش
محمد گل دیگه ها، عبدالله گل. عبدالله گل انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور ترکیه. زنش با حجاب کامل، بانوی اون کشور، اولین زن اون کشور، زن رئیس جمهور با حجاب کامل کنار همسرش ایستاده بود. تلویزیون تعلیق نوشته بود پایین و جاء العثمانیون الجدد، عثمانی های جدید تو قالب جدید آمدن. عثمانی ها رو میشناسید؟ چند نفر میدونن عثمانی ها منظور کیه؟ منتسب به حضرت عثمان؟ نه، آخرین خلافت اسلامی که خلیفه داشت مسلمان ها در جهان تا قلب اروپا پیشروی کرده بودن و اسپانیا و یونان و آلمان و بلعیدی بودن، خلافت عثمانی بود. سلطان عبدالحمید ثانی که صهیونیست رفتن که اراضی فلسطین و قدس رو ازش بخرن، گفت بهای این زمین ملک بابای من نیست، بهاش خونه، بهاش خونه ماست. بهش پیشنهاد رشوه دادن و کل دیون دولت عثمانی رو پرداخت بکنن. نوشته بود که عثمانی های جدید در قالب جدید مدرن دوباره برگشتن. وحشت تو دنیا افتاده. و جاء العثمانیون الجدد. احزاب اسلامی برنده شدن در ترکیه، ریاست رو به دست گرفتن. الا بذکر الله تطمئن القلوب. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اما نفس بیمار، اونی که حیاتی داره، نبضش داره میزنه، بعضی موقع سالمه، بعضی موقع آنفولانزا داره، بعضی موقع سرما خورده، بعضی موقع نمیدونم شکم درد داره، گاه وقت خوبه، گاه وقت هم میلغزه، اشتباه میکنه، خطا میکنه، مریض میشه. این نیاز به مداوا داره. این در قرآن چه مثالی داره؟ من در حد چند دقیقه تمامش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه. ولا اقسم بالنفس اللوامه. نفس لوامه، سرزنش کننده، نفسی که حیات داره ولی مریضه، بیماره، نفس تنگی داره، باید معالجه بشه، باید ببریم بیمارستان، بستری بکنیم. علاجش چیه؟ توبه. علاجش توبه است. چند شب پیش دوباره برادرمون خوندن و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مؤمنون همه دست جمعی توبه بکنید. استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. بهترین استغفار بهش میگن سید الاستغفار. چند روز همراه جماعت تبلیغ برید، اینا حفظ میکنید، برکتن. شنیدید چیزی به اسم سید الاستغفار؟ استغفر الله یه استغفاره، ولی سید الاستغفار چیه؟ فضیلت سید الاستغفار چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی سید الاستغفار رو اول شب بخونه، معتقد باشه، اون شب بمیره بهشتیه. همین یه جمله بیشتر نیست، یه سطر. و هر کسی اول روز بخونه، معتقد باشه، اون روز بمیره بهشتیه، از عذاب قبرم در امانه. سبحان الله. سنگینه. بریم یاد بگیریم، خواهش بکنیم از کسانی که چیزی بلدن، به خاطر خدای چیزی یادمون بدید، به خاطر خدای چیزی یادمون بدید.
نه اینکه میخوام یادتون بدم فرار میکنید. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یه نفر فردا انشاءالله اینو بنویسه، تایپ بکنه، ترجمه ساده‌ش هم زیرش بنویسه، قیچی بکنه رو برگه آچار، هدیه بیاره برای خواهرها و برادرش. که این کار انجام میده؟ آقای آجزاده کجاست؟ اومده؟ شما خوبه؟ فردا شب انشاءالله سید الاستغفار رو برگه آچار، ترجمهش هم بنویسی ساده، هدیه بیارید اینجا برای خواهرها و برادرها. 400 تا بیاره. از حوصله همه شما تشکر میکنم. التماس دعای خیر از همتون دارم و شما را به خداوند میسپارم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین. اهدنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين ولك به من العاملين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا ذنبا في هذه الليلة الشريفة إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا أعطيته.